ضمن برگزار نمودن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 50 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده در دو حالت تخمینا ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2023 برای فریب به باوری مردود 48 و 39 ساله ساکنان شهر دوشنبه و وعده در آمده از آنها یک مقدار محصولات سنتکنیکی، عطریات و خمیره دندانشویی را به مبلغ 502,333 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوضش از بناهای بلندوشانه استقامتی به آنها منزل استقامتی گرفته می‌آید، اما تا حال نه مبلغ و نه منزل استقامتی را داده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه سینا با عریضه زن 47 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که مرد 36 ساله ساکن واسه برای پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل صندوقش 13,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. گمان برشونده از جانب کارمندان میلیس دستگیر گردیده. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. این چنین هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان برشونده 13 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 14:30 هنگام در نزد ایستگاه کوچه شیروزی قرار داشتنش از روی مصلحت پیشکی با هم مسلکش بهادر نام شخص برای پنهانی از جای زن 31 ساله ساکن پایتخت همیانش را با مبلغ‌هایش و کارت‌های بانکی امانت بانک و اسخات را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.